خیلی خوشحال هستم که با یک پروگرام در خدمت دوستان هستم. جلوی استاد که این فرصت رو در اختیار بنده قرار بدید. عنوان کنفرانس بنده در مورد کارسینوژنزیس تومورها هستش، در مورد تومورها، ویروس و توموژنزیس که بعضی همونطور که می‌دونید 30 تا 40% از سرطان‌های انسان‌ها مربوط می‌شود به ویروس‌ها. یعنی ما اتیولوژیش رو، علت‌شناسیش رو بررسی می‌کنیم، تومورها رو پیدا می‌کنیم که علت این سرطان‌ها چی باشد. در رأس اونها ما باید بدونیم که چیزی سرطان رو ایجاد می‌کنه. همونجور که در اسلاید می‌بینید، عامل اول رو ژنتیکس گذاشتن. برخلاف بعضی از تکست بوک‌ها و مثل هاریسون CC و بقیه رفرنس‌های بین‌المللی ژنتیک رو در فاز سوم گذاشته، مثلا ردیف اول رو لایف استایل گذاشته، سبک زندگی، ولی که الان بر ما همه واضح هستش که ژنتیک چقدر مهم شده و کسی که تا 5 سال دیگه ژنتیک رو بلد نباشه اگر تو این رشته‌های ما درس بخونه در هر تخصصی تفاوت نداره، باید بگیم که کاملا بیکاره. در دومین عاملش environmental factor هست، عوامل محیطی، داروها و در نهایت میکروارگانیسم مثل ویروس‌ها. این 4 تا از بیس های ایجاد سرطان هست، یعنی خارج از این نمی‌تونه باشه. مثلا environmental factor، عوامل محیطی، ما می‌تونیم زیر آفتاب قرار گرفتن رو ببینید، مثلا دوستان میرن برانزه بکنن خودش رو اینها، یا اینکه میرن زیر سولاریوم و یا سس مایونز میکنن که تراتوژن هست، یا بقیه همه رو توی این دو قرار. بعضی از اصطلاحات لازم است که شما بدونید. همونجوری که خودتون میدونید فرض رو برای یک یادآوری عرض کردم. نیازی به گفتن شما انکولوژی که یک به اصطلاح به علم مطالعه سرطان انکولوژی گفته میشه و انتوژن هم به ماده‌ای که باعث ایجاد سرطان میشه. کارسینوژن هم سینونیمش از اسم مترادف هست. کو به معنی کمک کردن، کو کارسینوژن ماده‌ای که باعث میشه که ماده سرطانزا بیشتر فعالیت بکنه. بهش میگن کوکارسینوژن، یعنی کمک کردن به ایجاد سرطان، کمک کننده. تراتوژن هست عاملی که باعث میشود ژن‌ها میوتاسیون ایجاد بکنن، جهش ایجاد بشه که باعث میشود در البته این مورد خیلی مهم هستش در دوران پرگنانسی، در دوران بارداری باعث میشود که جنین عوامل به اصطلاح تراتوژن اگه بهش بخوره مثل الفوتول که استفاده بکنه بعد مادر، یا اینکه بعضی از داروها مثل دیستیتیلسترول که خیلی دارو خیلی عوامل زیادی هست. تومورها هم به دو قسمت تقسیم می‌کنیم، بناین هست یا مالیگنانت. بناین تومورهای خوشبین که فقط در محلی که رشد کردن باقی میمونن و به جای دیگه دست‌اندازی یا در اصطلاح متاستیز نمیدن و کاری با بقیه سلول‌های بافت اطراف نداره. مالیگنانت هم که تومورهای بدبین هستش، به معنی اینکه علاوه بر اینکه بافتی که اوریجین گرفته ازش، بافتی که ازش منشأ گرفته رو خراب می‌کنه، علاوه بر اون باعث می‌شود که به سایر قسمت‌های بدن هم دسترسی بکنه و در اصطلاح متاستاز متاستاز هم که می‌دونید مهاجرت سلول‌ها از نقطه‌ای که ایجاد شدن به نواحی دیگه متاستاز میگن. تومور هم که یک یک توده‌ای هستش که رشدش غیر قابل کنترل شده. غیر قابل کنترل به معنی غیر کنترل خود سلول پروگرامینگ داره، برنامه داره که چجوری قادر رشد بکنه. حالا اگر که قابل کنترل نباشه میشه تومور سایتس. تومورها چند قسمت دارن در صورت پاپشناسی یا پاتولوژی، همونجور که مطالعه کردیم یا قراره وایدش رو بگیریم. تومورها به دو قسمت تقسیم میشن از نظر سطحشون. پارانشیم هستش، پارانشیم یا به اصطلاح زمینه اصلی، بافت اصلی خود تومور، و استروما که همونجور شما برای فرمایید پرنفرمنس ساپورتیو استروما دیوایدد فرام هاست. این ساپورتیو استروما یا ماده زمینه ساپورت کننده، کمک کننده دیوایدد فرام هاست از میزبان مشتق میشه، نشأت میگیره. پروفیس سوفکس پسوند و پیشوندی که ما استفاده می‌کنیم برای نامگذاری تومورها که در فصل هفتم پاتولوژی رابینز جلد 1 اومده که نوپلازمی‌ها رو اینجا کاملا خیلی مفصل‌تر می‌کنن، می‌تونید مطالعه بکنید.
اوما وقتی یک سوفیکس پسوند سوفیکس به فارسی پرپاتیک این اوما رو ما به آخرش اضافه بکنیم وقتی هستش که یک تومور پشتین باشه اولا به علاوه این که اوریجینیت پلیسش رو یعنی از جایی که نشأت گرفته فرض بفرمایید فیبروما یا کاندروما مثلا کاندروما قضروف هست شکلندریوم هست بنابراین تومور کاندریوم و اوریجینش هم که می‌دونیم اوما که گرفته یعنی بافت پشتین یه سرطان پشتین اگر که ادنو بیاد پرفیکس بشه اول اسم بیاد بنابراین اپیدلیال تیمورز تومورهایی که از لایه اپیدلیومی نشأت میگیره که بهش ادنو مثلا ادنو کارسینوما میشه گفته و انواع بقیه موارد. نکته دیگه هستش این اپیتلیال ها دو نوع خیلی خیلی شایع داره به نام SCC و BCC اسکواموس سل کارسینوم و بیسال سل کارسینوم سلول های بافت سنگ فرشی سرطان‌های شبیه بافت سنگ فرشی و سلول های بافت پایه بیضا این دوتا شدیدترین تومورهای ناحیه اپیدلیومی هست در همه جای بدن هم که می‌دونید اپیدلیوم جایی نیست که نداشته باشه. انواع ویروس هایی که باعث سرطان می شود بر اساس نوکلئوتایدشون ما اینها رو کسی نوعی اکوردینگ تو نوکلئو اسیدز تنها و تنها به طبق نوکلیک اسیدشون تقسیم می کنیم دو تا هستش DNA رو با بلف دیوران من اینجا گذاشتم خوب نورش خیلی روشنه DNA ویروس ها هستش و RNA در DNA ویروس ها تعداد زیاد هستش بسیار فرموده بودن خیلی خیلی کمپکت و بریف من این رو آماده بکنم بخاطر همین خیلی کمتر منظورش خلاصه DNA ویروس هامون شامل HPV هست هرپس هیومن پاپیلوما ویروس HPV EBV یا اپشتاین بار ویروس HHV Q and H5 هیومن هرپس ویروس 2 و 8 و HPV هپاتیت B ویروس که CBE چیش هم داره جنبه برد که میگی پارتش من پارتش هم میگم اپشتاین بار ویروس دیگه اپشتاین بار دیگه این اسمی هست حالا من خیلی سعی کردم از فرانسه ننویسم چون همشم انگلیسی کردم فرانسه بهتر من اومدم انگلیسی کنم که انتر نسیم خب ترکی نداشته دیرم همسن صفحه کلید اون مردم حوضی نگیم RNA ویروس هامون که از زیر خانواده اونکوریدا هستش ویرا که 3 قسمت داره 3 ناحیه به 3 قسمت به اصطلاح شاخه زیر خانواده سوب فامیلی تقسیم میشه و نکته امتیاز فقط این بود تو امتحانم اومده بود که چند ساعت پیش امتحان بود کدوم درس بکنم صفحه 3 یا 4 سوال خواهدش لنتیورینا هست و اون یکی هم سوپوماورینا ها رترو ویروس ها هم که تنها ویروس های RNA هستن که سرطان ایجاد میکنن که ترانسفورماسیون ویروس ها بی که ویروس هستش SRC و B-Able از انواع این ویروس ها هستن شرط جزئیاتش رو در تکست ملاحظه فرمایید اینجا خیلی خوب نفتاده اصلا معلوم نیست خانواده های اونکوویرا اینجا من ترجمه اولیش هستش پارتیکل تایپ A در کتاب B و C و D رو گفته ما نوع آ داریم که پارتیکل هستن یعنی تکه های ریز هستن این تکه های ریز پارتیکل تایپ A 75 نانومتر قطرشون هسته و سبیونیت تیپ B مون هستن یعنی این پارتیکل های A میان به هم میچسبن تیپ B مون درست میکنن این تیپ 2 مون تموروجنزیس وایرس تایپ B که در صفحه دوم فصل دهم نوشته اینها رو توضیح داده پاراگراف پایین که 100 تا 120 نانومتر هم قطرشون هستش یک نوکلئوتید کناری دارن و همینجور باعث می شود به عنوان مثال سرطان پستان در موش ایجاد میکنه NF3B تموروجنزیس وایرس تایپ C تایپ C شوریانگوی 90 تا 110 نانومتر هم قطر اون هستش عامل لوکمی یا لوسمی هستش به زبون خودمون HTLV1 and 2 هیومن این به اصطلاح ویروسی HTLV1 2 یک کدوم این هم جز به اصطلاح انواعش هستش شده اشاره کنم که ابریواسیون ها رو من ادامه ندارم
یک نکته خیلی مهم هستش که این لاتنت انفکسیون ایجاد میکنه، یک عفونت خفته ایجاد میکنه که ما متوجه شدیم بعدش ممکنه عفو بکنه. و یه نکته دیگه در مورد تایپ سی هستش که بدن رو وادار میکنه پروبکتاسیون ایجاد میکنه که بدن آنتیبادی بسازه. در تایپ بیش هم 100% قطرش هستش، نوتوتی کناری داره و از پریمانت های غیر انسانی نشأت اوریجین داره. DNA ویروس ها در یک نگاه کلی این رنگش اینجا نفس این قسمت اولین بند HPV هست، هیومن پاپیلوما ویروس که علت اسکواموس پاپیلوم های سرویکس یا گردن رحم هستش، آنال و همینجور والگو در ناحیه جلوی قطابی واژن، پنیس و همینجور باید اینا بدونیم که E6 and E7 یکی از به اصطلاح ژن های بسیار شایع این ویروس هستش. اپشتین بای ویروس در این قسمت کاوز عامل سندروم بورکیت هست، لمفوم بورکیت. بعد از پیوندهایی که انجام میگیره مثل پیوندهای کلیه یا بقیه پیوندها بون میرو و اینها لیمفوپرولیفراتیو ایجاد میکنه، ظاهرات لیمفوپرولیفراتیو ایجاد میکنه. در میکروسکوپ کاملا میبینیم که پرولیفرته شده فاهم به معنی اینکه سلول ها از هم دیسکسیونه داره میشه، جدا میشه و تقسیم سلولی بسیار نامرتبه. عامل لمفوم اولیه سنترال نرو سیستم هستش، سیستم عصبی مرکزی که خیلی شایع هستش. به علاوه نازوفارنجیال کارسینوم بینی حلقی، نازوفارنجیال. سندروم هوچکین، لمفوم هوچکین نان هوچکین ایجاد میکنه، عاملش این هستش و علاوه ژن مهمش هم LMP1. HPV هیومن هپاتیت بی ویروس عامل سرطان هپاتوسلولر هست. ژن مهمش هم HPX هست. یک شمار کلی از پاپیلوما HPV هستش، هیومن پاپیلوما ویروس. این ویروسی که همونجور مشاهده می‌کنید ADNش در این قسمت وجود داره یا همون DNA کپساید پروتئینش رو در سرویس دهانه رحم میاد. اینها در سلول‌های ابتدایی عفونت رو وارد بیسال سل ها میکنه. اسکواموس سل ها بیسال سل از کردن BCC بیسال سل کارسینوما. اسکواموس هم مثلا تو حلق یا سرطان دهان خیلی شایع هستش. چند هفته میگذره و به ترتیب سلول ها از نسلشون خارج میشه، میریم نمونه ژنتیکی تهیه میکنیم، باندهاش رو در ردیف 4 پازیتیو به ما نشون داده، تشخیص مسجل میشه و یکی از نکات مهم هستش که میتونید تشخیص رو واسه ژنتیک بدید. شما که دارید میگه از علائم پاتولوژیک ابتلا بهش هم داد بگیم. من خواستم خیلی خلاصه بکنم از علائم پاتولوژیک که میتونیم خودمون ببینیم چجوری هستش و یک بیماری بسیار شایع هستش، همونجوری که مطالعه کردید خودتون هم میدونید. در خانم‌ها بالای 25 سال، قدیم‌ها تا حدود 10-15 سال پیش میگفتن بالای 45-50 سال. با توجه به زندگی لایف استایل بسیار بدی که امروز ما داریم، در اصلا نمیتونیم پیشگیری بکنیم، یعنی هر غذایی هم که ما می‌خوریم همه اینا تراتوژنن. یکی از استادای ما می‌فرمودن که در نسل بعد از ما، یعنی بچه‌های ماها، همه باید ما شاهد شدیدترین ناهنجاری ها باشیم. مثلا به شوخی میگفتن یعنی ممکنه چون دماغش مثلا اینجا درد بیاد، مثلا چشمش دیگه تو یا هنجرش، چون تراتوژن های بسیار وحشتناکی هستن که ما داریم استفاده می‌کنیم. در این مورد هم به خاطر این عوامل سنش اومده خیلی پایین. حتما بایستی یه بایوپسی صورتی کولپوسکوپ از داخل وجود، یه بایوپسی خیلی کوچیک بدون درد حتی بی‌اسی هم احتیاج نداره. میشنن بعد پاتوژنسی میکروسکوپ نگاه میکنن، اچی رنگ‌آمیزی میشه هماتوکسین اوزی و در نهایت سلول ها رو که در حال تقسیم میشه خیلی شدید به اصطلاح انکنترولت هستش، مهار در رفته مشاهده میشه. ترشحات از واژن هستش، سوزش و همینجور دردهای شدید لگنی وجود داره که دردها به صورت دردهای بسیار کرانتینگ گرفته میگیره به کنه. این از اصول پاتولوژیک دردش بود. از نظر ایمونولوژیک چجوری چیز میشه دوست عزیزم سینا گفتش که دیگه توی فیلد ایشون effect of
effect of human papillomavirus پروتئین اثر پروتئین HPV E6 و E7 که از کردن به اصطلاح ژن‌های مهم هست توی CFC پروتئین P53 این P53 جینی هستش که بسیار ما باهاش سر کار داریم. می‌بینید بعد اینجا به آپوستوزیس افتاده، مرگ سلول یا خودکشی برنامه‌ریزی سلول، گراوس آرست هستش در نهایت RBE2F. این یک به اصطلاح نموداری هستش که این 50 بار خلاصه شد. یعنی ما سطح بسیار سلولی مولکولی شده بررسی بکنیم، بیوشیمی دیولین و بیوشیمی لنینجر این رو کاملا مفصل در طی یک فصل توضیح داده که ما این رو ازش خیلی زودتر کردیم. پاتولوژیش بله این P53 رو خیلی اندازه‌گیری می‌کنید در مارکرهای ژنتیک. مثلا امروزه ژنتیک رو خیلی تو این کشور کم می‌دونن چیز در موردش، خیلی انگشتای دست هستن کسایی که کار می‌کنن. این رو میان مثلا کسی میپرسه که خب مثلا مادر من مثلا همچین HPV بوده و به اصطلاح سرطان سرویس گرفته، میان بررسی می‌کنیم که چقدر درصد ایجاد داره که مثلا بچه من هم به همین مورد مبتلا بشه، که ما می‌بینیم رو بررسی می‌کنیم، اندازه می‌گیریم، تیتراسیون می‌کنیم، الکتروفورس کروماتوگرافی، در نهایت می‌تونیم بدونیم چند لولش خیلی مهمه. علاوه بر اون CEA همچین ابراهیم انتیجن CEA کارسینو امبریونیک آنتیژن این خیلی مهم هستش. اینو بعضی هر 6 ماه هم آقایون و هم خانوما انجام بدن. آقایون PSA هم باید انجام بدن، پروستات سرم انتیجن آنتیژن پروستات هر 6 ماه انجام بدید که ببینیم نداره. آپوپتوزیس چی هست؟ آپوپتوزیس مرگ برنامه‌ریزی شده سلول هست، به این معنی که سلول میاد یک برنامه‌ای داره به وقتی مواجه میشه اکسپوژر میشه با یک عامل به اصطلاح سمی، توکسیک یا انجوری، صدمه بافتی به هر دلیل شیمیایی یا فیزیکی، میاد یک قسمت از DNA رو ترجمه میشه و به صورت خودکشی سلولی تعریف میشه. در واقع اینجا مثلا میگن این ایثارگر هستش که کار ایثارگرانه هستش که خودش رو میکشه که سلول‌های اطراف صدمه نبینن و با این کار باعث میشه که از آلودگی و خراب شدن انتشار اکستانسه شدن بقیه سلول جلوگیری بشه که خود این مبحث یک کتاب حدود 4000 صفحه‌ای از آپوپتوزیس و این هم اسلاید پاتولوژیش هست. پاپیلوما از همون سرویس گرفته شده، در این واسه اپیتلیوم رو شما می‌بینید، پایینش سلول‌های بیزال رو اینجا مگنیفیکاسیون همین قسمت هستش ولی خب این قسمت هستش بزرگتر. شما اینجا سلول‌های بیزال رو در اینجا با تیره‌تر مشاهده می‌کنید، کاملا قابل دید هستش، حتی بسیار درشت، پلی مورفولوکئر و در نمای بالاترش رو مگنیفیکاسیون 10 گرفته شده، بزرگنمایی 10 گرفته شده که دارگوستیختگی سطح اپیتلیومی کاملا مشخص مشروط هست. در بیسش هم که سلول با اچی هم رنگ‌آمیز شده هماتوزی نوزی. اپشتاین بار ویروس که عامل لنفوم بورکیت هست، سیستم امنولوژیکش هستش که دوست عزیزم توضیح داد، انتیجن هایی که روی ویروس روی ارسوسایت گلوبولا و مثلا همینجور انتیجن ها و آنتی بدی ها بندی برخورد می‌کنن. نکته‌ای که هست که کروموزوم ها رو اینجا در این تصویر می‌بینید، کروموزوم هست یک دلوژن حذف یا ترانسلوکاسیون دیسلوکاسیون بگیم بهتر هست، جابجایی که از کروموزوم 8 جابجا میشه میشه کروموزوم 14 اینجی در هنگام به اصطلاح سلسیکلی چرخه و باعث می شود همچین میوتیشنی انجام بشه، موتاسیون ایجاد بشه و در نهایت ویروس اپشتاین بار ویروس باعث بشود این کروموزوم شماره 14 ژن‌های رمز کننده ایمونوگلوبولین، زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین روشه که باعث میشه چون اونا زیاد بیان میشن، بعد این سیگمایزی که یا این چیزی که پروتو انکوژینی که جابجا میشه باعث میشه به انکوژین تبدیل بشه که سرطانی میشه چون زیاد رو نویسی میشه. پروتو انکوژین چیه؟
انکوژنی که به عامل سرطانزایی که در حالت قبلتر از فاز سرطانی شدن به اسم پروتوانکوژن. یک اسم دیگه هم داره به نام چی بود اسم یه سیرونه این داشته حالت قبل از این پروتوانکوژن در حالت طبیعی در خود سلول وجود داره، چرخه سلول رو کنترل میکنه، اما زمانی که تغییر پیدا کنه جابجا بشه یا تحت هر شرایطی در روی تغییر ایجاد بشه به انکوژن تبدیل میشه که سرطانزاست. انکوژن های ویروسی، انکوژن های یافته‌ای هم توی این کات در این اسلاید MRI ویدیو اینجکشن بدون تلفیق شما دارید میبینید عفونتی که در لوب پریت تمپورال در این قسمت یک زایده بسیار هیپودنس بسیار روشن با یک کور با یک هسته که کنسانتره‌تر هستش و هایپردنس هستش. حدودش هم کاملا مشخص هست. یک کپسول دورش رو گرفته و در جراحی ها بسیار کمک میکنه که راحت برداشته بشه. ولی دست اندازیش بسیار زیاد هستش با علائم بسیار شدید CMV هم خیلی دوست داشتم توضیح بدم، سایتومگالوویروس که این هم یکی از عوامل عفونی سیستم اعصاب هستش که این رو در درس دیگری که من خدمت استاد بودم در ترم پیش به عنوان اختصاصی عفونت‌های سیستم عصبی مرکزی ارائه دادم. به صورت خیلی کامل‌تر. در اینجا هم یکی دیگه از عوارض رو که ملاحظه می‌فرمایید paroxysmal small bowel obstruction caused by B cells lymphoma لنفوم سلول‌های بی که به علت انسداد روده در این سکشن سی تی اسکن شما ملاحظه می‌فرمایید که به اصطلاح دیافراگماتیک این قسمت و در بالاتر قرار گرفته. اینها هم که حوض‌های روده‌ها هستند مشاهده می‌فرمایید آورت ابدومینال هستش و بقیه المان‌ها. در این ناحیه شما کاملا مشاهده می‌کنید که روده دچار گرفتگی شده. در پاتولوژی که آناتومیکالش وقتی که باز میشه جراحی میشه برداشته میشه یک اوبستراکسیون و یک استرانگولاسیون، یک کم‌خون شدن خفگی شدید رو در اینجا می‌بینید. عکس سیاه‌سفید هست به صورت تیره‌تر نشون میده. اگر که رنگی بودش یا قرمز محتقن بود. این حالت وقتی قرمز خیلی تیره این انسداد روده توی روده بزرگ هستش. روده بزرگ میتونه باشه، روده کوچیک هم میتونه باشه. ولی این تاثیر مربوط به روده کوچیک. درست. اسمال افعال روده بزرگ هم میتونه. در نمای پاتولوژیکش هم که ملاحظه می‌فرمایید باز دوباره این قانون همیشه پابرجاست به این صورت که سلول‌های بیسال و اسکواموس و طبقه میانی اونها دچار یک دیسمورفولوژی، یک حالت به اصطلاح بدشکلی به خودش گرفته. در این تصویر ربطی به بحث ما نداره ولی چون تصویر خیلی زیبا بود من گفتم که خالی از لطف نیست ببینید که این اثر سلول سرطان ریه هستش در اثر دخانیات توباکولیت لانگ کانسر سل سلول‌های ریه که در اثر سیگار دخانیات کلا همه اینها در حال تقسیم سلول هستند در افراد سیگاری. خیلی من به خاطر همین مفهوم ولی اصلا به سرطانش نمیارزه. HPV هپاتیت بی ویروس مکانیزم عفونت سلول هستش. لیمیتد جنی که باعث می شود یک تارگت، یک مسیر رو به صورت واحد به جلو ببره و سلول سرطانی بشه. در این بغل تمام عواملی که دخیل هستند اینجا گفته شده. توضیح این حدود 6 جلسه 3 ساعته طول می‌کشه. 18 ساعت اقلا لازم هستش که این توضیح داده بشه و به صورت خیلی خیلی جزئی و به اصطلاح خلاصه می‌توان گفت که ایون کلسیم در اینجا بسیار بسیار مهم هست. همونجور که می‌بینید در پراگاهی و به اصطلاح کمک کردن به ترانسپورت موادها خیلی کمک می‌کنه. و این ویروس ها هم که شما اینجا با اصطلاح 6 سری‌های زردرنگ هپاتیت بی ویروس هپاتیت بی علاوه بقیه گونه‌ها سلول‌های کبد رو در یک حالت توکسیک سمی قرار میدن
که باعث می شود که افزایش حجم پیدا بکنه و یک اسلاید بعدی که من گذاشتم در اینجا دیروزهای هپاتیت C رو شما مشاهده می‌کنید. این هپاتیت C این شکل خیلی خوب نشده واسه نور فکری. این که کبد نرمال هست یواش یواش میره به سمت هپاتیت مزمن سیروز و در نهایت HCC هپاتوسل کارسینوم، سرطان سلولهای کبدی که باعث افزایش حجم کبد، هپاتومگالی و در نهایت افزایش سیستم با جمع شدن آب در شکم یا آسید ایجاد میشه. برمیگردیم همون اسلایدی که استاد فرمودن. در اسلاید بعدیش هم اون عامل HBE که عرض کردن در اسلاید قبلی، پروتئینی که ویروس هپاتیت B رو تحت کنترل قرار میده و با مکانیزم‌های بسیار خیلی پیچیده منجر به سرطان میشه که در آخرش همین پرولیفریشن و اپوپتوزیس دو تا پیامد مهم همین چرخه هستش که اپوپتوزیس خودکشی، پرولیفراسیون هم یعنی کنفایرتون شدن. این هم مکانیزم جنش هست، مکانیزم ژنتیکیش هستش که ناحیه ژن‌هایی که در mRNA هستش 3.5 کیلوبیس نیم کیلوبیس هست در mRNA پایتن که 2 کیلو بیس هست بعضش که از IUG شروع میشه، IUG تقسیط هستش و در نهایت انترون هم که میره به سمت بیرون این قسمت میاد اینجا میچسبه و در آخر تریت ای داریم که باعث میشه که HBsP ترکیب بشه که بعض نوت میشن 10.14 کیلو دالتون که در نهایت میشه. این هم که مشاهده بله اینا رو من به ترتیب چیز نمیدونم هست این هم که به همین شکل قبلی هستش با جزئیات خیلی بیشتر با جزئیات سلولی و ژنتیکیش که باعث می شود کبد نرمال بره به سمت هپاتیت C رو در نهایت سرطان سلولهای کبدی هپاتوسل. از علائم پاتولوژیک هپاتیت هم باز بگید. هپاتیت علائم پاتولوژیکی که به صورت خیلی تابلو بالینی یا کلینیکال اپریانسی که داره، اولین قدم به علت مختل شدن سنتز و لایزیس گلوبول‌های قرمز در اسپیل طحال باعث می شود که بیلیروبین یا ماده‌ای که به اصطلاح ازش باقی مونده دفع نشه. این رو می‌دونید که میاد تو کبد کانجوکیت میشه و چون کبد دچار آسیب‌های در میتوکندری‌ها شده در نهایت نمیتونه همچین کاری رو انجام بده. باعث میشه که کبد وقتی شما بایوپسی میکنید زیر میکروسکوپ میبینید کبد تمام سلول‌ها لیفرته شده و علاوه اینکه فیبروز شده. اولید پورت دور میشه، اولید مکی سنترال وین هم همینطور. گاهن مجاری صفراوی بسته میشه که این رو به وسیله ERCP کلانجی اندوسکوپی رتروگرید کلانجی و پنساتوگرافی که از دهان میفرستیم داخل چیز انجام دادید یا دیدید اون رو میشه تشخیص دادش و تطبیق داخل عیه هم میتونیم رو ببینید. پس به طور خلاصه با زردی اسکلرا الان کجاها حالا نشون میده در اسکلرا، سفیدی چشم، در پوست و همینجور در مخاط دهن خیلی باید توجه کنید. وقتی که آبسیلان رو میذارید داخل دهن مریض و اون چوب رو گلوش رو نگاه بکنید که عفونت داره یا نه، به مخاط ها هم باید توجه بکنیم که ببینیم آیا به اصطلاح تغییر رنگ کبودی یا زردی یا بی‌رنگی مثل یا رنگ کهربایی مثل رنگ همین درمون که هستش همین دیوار کهربایی تغییر نمی‌کنه. اینجوری ببینید وجود داره یا نداره. سلول یا کنید اینجا خیلی من مخصوصا گذاشتم در یک نمونه کنترل هست، سالم هست که سیمون هست که برای مرکزی سنترال گرم در اینجا می‌بینید. هپاتوسیت تمام سلول‌های داشتیم تمام نه که کنارش هست. 36 ساعت بعد از اینکه اکسیدو میشه با تترکلید کربن CCl4 ولید مرکزی تقریباً افزایش حجم پیدا و در نهایت مجاری هایی که از در داخل هپاتوسل ها سلول های کبد باعث می شود افزایش پیدا کنید. اینجا می‌بینید که با این کوادرنت مربع نشون داده. این هم که این خط این اسکیلمون هستش که چقدر بزرگ کردیم. این ناحیه رو بردیم بزرگترش کردیم و این دیسفانکسیون سلولی رو به وضوح میتونیم ببینید. 36 ساعت بعد از مواجهه با تترکلید کربن در اینجا میان
هپاتوسایت اینهیبیشن رو اعمال می‌کنیم، مهار کردن رشد سلول‌های کبدی رو. این مکانیزم سلولی خاص خودش رو داره. در اینجا باز دوباره تغییرات وحشتناک سایتوتیک و فایبروتیک رو سیروزی و فیبروزی رو کاملا مشاهده می‌کنیم. نرمالش رو ببینید چقدر زیبا بزرگترش می‌کنیم و در نهایت چیزی سکسیون بزرگی رو با اینکه که آخریا با 150 برابر. کتاب که دیدیم که حالا ما بکنیم سلول‌ها رو بررسی بکنیم از نظر مایکروسکوپی. امروزه دیگه پاتولوژی قدیم که بایوپسی می‌کردن، پارافین سفت می‌شده، شورانگامی چی هنوز جایگاه خودش حفظ کرده. ولی همونجور که دوست عزیزم خیلی بیشتر از من مشرف هست در این داستان در مورد سینا، در مورد تکنیک‌های امینولوژیک هستش که میان سلول ها رو به آنتیجن ها رو، اینجا یک نکته خیلی مهم هستش که آنتیجن ها میان با ماده فلورسانس باند میشه، لیبل میشه، نشاندار میشه. این لیبلینگ در واقع ما اینجا که نقطه نورانی رو میبینیم سلول ها نیست، اینها آنتیجن هایی هستن که لیبل شدن با اون ماده فلورسانس. درست میگم؟ بله بله، مثل یود 114، مثل سزیوم. زنده باشین. این منوفلورسانس توی فیلد تخصص سینا هست که ما جرأت نداریم. مارکسکایسیس ویروس تیومورز این دی لایف، ویروسی که به اصطلاح باعث سرطان کبد به نام بیماری مارکس میشه. مارکسکایسیس در کبد موش شما این رو می‌بینید که این به اصطلاح لژن ها، زایه هایی که با قطب‌های مختلف و به رنگ سفید رنگ تقریبا مشاهده میشه، رنگ شیری داره که اینجا رو کاملا مشاهده میشه. خیلی راحت به صورت آناتومی مایکروسکوپیک میتونیم ببینیم و بعد برش میگیریم و مایکروسکوپی بررسیش میکنیم و اگر لازم شدش اون تکنیک فلورسانس هم روش امینو فلوسایتومتری هستش. جن هایی که فرمودیم مثل توموروجنسیس جینز، آنکوجن ها. توموروجنسیس همون آنکوجن ها هست، جن هایی که آنکوجن هم سرطان ایجاد میکنن. نکاتی که باید بهش توجه کنیم اثرشون رو به صورت به اصطلاح رشد و دیفرانسیاسیون به اصطلاح تمایز سلول‌های میزبان نشون میدن. به این صورت ما مثلا می‌بینیم که هم رشدش خیلی قابل کنترل شده و هم تمایزش، دیفرانسیاسیونش بسیار بسیار به هم شده. اثرش رو اینجوری نشون میده. اینجوری می‌تونید بفهمید. RSV یا راست سارکوما ویروس راست سارکوما ویروس have a high potential to tumorigenesis. یک پتانسیل خیلی بالایی برای ایجاد تومور داره که به علت ژن SRC هستش که باعث می شود که به اصطلاح به وسیله ریکامبیناسیون، به وسیله نوترکیبی وارد سلول میشه، به وسیله به واسه مراحل ریکامبیناسیون وارد سلول میشن. پروتئانکوژن که استاد فرمودن، پروتئانکوژن ها یک سلول ها جن هایی هستن که شبیه جن های کروموزوم میزبان هستن و اثرشون رو روی سلول های میزبان به صورت پروپاگیشن اند دیفرنسییشن، به صورت عدم تمایز و به اصطلاح تخصصی شدن با نشون میدن. آنکوجنس اکتیویشن چجوری فعالیت میکنه سرطان زاغ؟ 5 تا به اصطلاح من دیدم چیز خیلی عالی اولین کاری که به اصطلاح فعالیتشون شروع می‌کنن سلول‌های آنکوجن سرطان‌زا ترانسفورمینگ به وسیله رتروویروس ها هستش. تغییر شکل دادن این رتروویروس سلول‌ها رو. بعد موتاسیون ایجاد می‌کنن، در جهش ایجاد می‌کنن و بعدش هم که در جای دیگری حرکت می‌کنن، به جای دیگری نقل مکان می‌کنن، مثل پروپیدینکوما که جین C-مایک یا MIC درش دخالت داره و همینجور در فاز چهارم جین ها اگر که انکریس بشن، به اصطلاح زیاد بشن، فاکشن انکریسینگ که دارن رو به تزاید میرن، رو به زیاد شدن میرن
که مثالش رو هم در سرطان پستان با ژن HER2/EU به معنی نو میتونیم تشخیص بدیم که حتما لازم هست خانم بالای سن 30 سال 100% هر 2 سال یک بار این آزمایش رو بدن. هزینه چندانی هم نداره. با قیمت فکر میکنم حدود 10 تا 15 تومن بشه. این اطلاع رسانی به بیماران حتما باید که شما به بیماراتون حالا مثلا کسانی که حالا میخواید اطلاع بدید یا این طرف مثلا نمیره یه دونه 40 تومن خرج میکنیم برای یک آزمایش وقتشو ندارم او 40 تومن ولی که خدای نکرده میشه قضیه اون امارایی که با هم دیدین دیگه. آره دقیقاً همون تست میشه. یه جای خدای نکرده بدتر بشه حاضره که میلیون ها تومان خرج بکنه 24 ساعت هم میخوابه تو مریض خونه اینو میبینه اونو میبینه این ور اون ور این ور ولی که اگه هر 2 سال تست سرطان پستان پیراسی یک ماموگرافی و سونوگرافی خیلی معمولا کار کنترل اینو اول تو WHO سازمان جهانی بهداشت رو به عنوان یک معضل قرن پنجمین مورد جهش ها هستن. جهش ها به صورت اسپاتیک اور دلایژن ایجاد میشه به صورت جهش های نقطه‌ای یا به صورت جهش های حذفی که به اصطلاح ابرانت رو در سی رد مشاهده میکنید. جهش هایی که مثلا اینجوری فرض بکنید جهش های اسپاتیک مثلا در یک نقطه باعث به اصطلاح جابجایی متفرق ها میشن. جهش هایی که به اصطلاح باعث میشود که جابجایی رخ بگیره به ترانسلوکاسیون یا به صورت دیسلوکاسیون اگر که ترانسلوکاسیون باشه فرض بفرمایید این قسمت میاد در کروموزوم مثلا فرض بکنید میاد ببینید اگر که دیسلوکاسیون بشه این که جاش اینجاست میاد اینجا قرار این دیسلوکاسیون هست این ترانسلوکاسیون در نقطه مقابل دیس هم که نابجاست. ساختار ویروس‌های سرطان‌زا ویرولنت سلولار انتیجنز اینا همش به اصطلاح آنکوژن سرطان‌زاهای سلولی و ویروسی از همدیگه متفاوت هستند و اینکه وقتی که بین اونها میخوایم ما تمایز بینشون قرار بدیم تفاوت بدیم lack of antron in viral antigens رو می‌بینیم یعنی فقدان انترون ها در سرطان‌زاهای ویروسی این خیلی مهم هست. اینترون ندارن آنکوژن های ویروسی اینترون ندارن چون از روی mRNA اسپلایسینگ روشون انجام شده وارد چیز میشن ژنوم ویروس مثلا مخصوصا که ژنوم ویروس رتروویروس باشه. ترانسکریپسیون همانندسازی در ویروس‌های سرطان‌زا به صورت ریورس هستش معکوس هستش در نتیجه mRNA که دلیژن در اون هست در اون ایجاد شده انترون هم فرمودن به واسطه اسپلایسینگ فنومنون پدیده اسپلایسینگ به اصطلاح میتونیم متوجه این موضوع بشیم. اسپاتینگ ها و هستی یا جهش‌های نقطه‌ای و هستی معمولاً یک ناحیه خیلی وسیع از ژن‌ها رو درگیر می‌کنه. پس فرق آنکوژن های ویروسی و آنکوژن یافته‌ای در چی بود؟ آنکوژن های سلولی اینترون روی خود دی ان ای هست. جین GAG تغییرات مورفولوژیک خیلی زیاد شده. این جین جاش حالا جی رتروویروس ها جاش پور اینزی قبلا این ساختاری سبب انتوجن در اینجا به اصطلاح یک رتروویروسی که به اصطلاح در خارج از جین هستش رو مشاهده می‌کنیم رتروویروس معمولی هست تایپیک هستش که جین هایی که در اون قرار داره البته اطراف اینجا توالی وجود دارن که با رنگ قرمز اینجا هست باز به خاطر نور نیفتاد به اصطلاح GAG رو شما مشاهده از 5 بریم به 3 بریم به ترتیبشون از 5 و در اینجا هم روی سارکوما ویروس هست همون RSV
که خدمتتون عرض کردم در این ناحیه این داستانی هستش که ما دنبالش Association of Epstein-Barr virus and nasopharyngeal carcinoma همراهی سرطان نازوفارنجیال دماغی حلقوی بینی حلقوی با ویروس اشتاینبار به این صورت که ناحیه‌ای که خیلی های انسیدنس هستش، خیلی شایع‌تر هست از نظر پاتوژنزیس بیماری ایجاد کردن در ناحیه مثل جنوب چین وجود داره از نظر پراکندگی اپیدمیولوژی و جنوب شرقی آسیا نیز آلاسکا. در اینجا خیلی وجود داره که این لازم هست که اپیدمیولوژی رو بدونیم. مثلا اسهالی که در اینجا معالجه میشه و اصلا در تابستان بیشتر امیبی هست. مثلا سمت شمال کشور بریم اونجا هم بخواید این اسهال رو درمان کنید، مثلا ایزوکینول میدید بهشون، اسهال بند نمیاد یا مثلا مجبور میشید مثلا داروهای خیلی بالاتری تجویز بشه و مصرف بشه و در نتیجه این رو میخوام عرض بکنم در اون قسم در شمال کشور مثلا پاتوژن های دیگه‌ای که از نظر اندمیک وجود داره خیلی تاثیر داره که ما بدونیم، اینو باید بدونیم که در کدام ناحیه‌ها حداقل جایی که زندگی می‌کنیم در کشوری که هستیم یا فراتر باید در جهانی هم بیماری خیلی مهم رو بشناسیم که احیانا برخورد کردیم بدونیم چی هست، چون ممکنه اینجا یه نمونه پیدا کنه همون بیماری در جای دیگه. برای این تشخیص ژن ویروس ما بایستی از تکنیک ما برای تشخیص از تکنیک فوزیونری افتاده سادر بلات هستش به علاوه پروب‌های دی ان ای رادیو لیبلت که با همون کاری که استاد رضوی‌فر انجام می‌دادن در رادیو لیبلینگ دی ان ای پروب هستش که توضیحش دادن رفته بودیم بخش پزشکی هسته‌ای. از این تکنیک ما ژن‌ها رو می‌تونیم تشخیص بدیم. پس دو روش سادر بلات هستش به علاوه رادییشنال دی ان ای بلاد یا لکه این روش سادر بلات دی ان ای روی کاغذ نیتروسلولاز فیکس میکنن، بعد با یه ژنی که لیبل شده لیبل اونو یه ژن نشانگر پرو ببخشید با یه ژن پرو اونو شناسایی میکنن، اون ژن رو شناسایی میکنن، قسمتی مورد نظر رو شناسایی میکنن. بعد برای تشخیصشون هم که استاد فرمودن آنتیژن ویروس رو هم با روش ایمونوفلورسنس انجام میدیم. پس جینش رو به چه طریق انجام میدیم؟ سادر بلات و رادییشنال رادیو لیبل دی ان ای پروب. انتیژنش رو چجوری تشخیص میدیم؟ به وسیله متد ایمونوفلورسنس. ایمونوفلورسنس چه کار میکنه؟ قبلا خوندی اینو دیگه؟ مثلا مخصوص ساختار باکتری و ویروسایی بود که داره دیواره خاصی بودن که دیواره ها اون ماده ایمونوفلورسنس رو جذب میکردن که قابل تشخیص بود. خب تو این تکنیکش به طریقه کد کردنش و اینا بلدیم؟ مثلا اول آنتیژن کد میشه بعد آنتیبادی روش کد میشه؟ مکانیزم مولکولیش نه دیگه تا اون حد نخوام. خب اول این آنتیژن کد میکنن، بعد از اون آنتیبادی که روش کد کردن آنتیبادی ثانویه اضافه میکنن که همراه با ماده فلورسین هستش. بعد از اینکه سوبسترال ریختن اون ماده فلورسین شروع به نور دارد، مثل الایزاس منتهای این فلورسینه، اونا سوبسترال رنگی تولید میکنن. In patients recognized as IgA serum بیمارها ایمونوگلوبولین E و A رو دوباره میتونیم مشاهده بکنیم که سینا ساعت پیش فرمود و در این تومور سیگمای یا CMYC جین رو که ما اعتیادشیم در اینجا خیلی فعال است. این رو است فعال مکانیسم مورفولوژیک چنج چجوری مورفولوژی شکل سلول رو این EBV اپستاین-بار ویروس عوض ژن CMYC سیمای به اصطلاح در کروموزوم 8 وجود داره که در اینجا خیلی کمرنگ افتاده در کروموزوم 8 جاش که نرمالش در به اصطلاح
در کروموزوم شماره 14 همون که در اصطلاح مثلا فرمودن ترانسلوکاسیون ایجاد میشه درش که به کروموزوم شماره 14 دیسلوکاسیون ایجاد میشه که کروموزوم 14 منتقل میشه. در این جابجایی در لوکوس در ناحیه جین CMYC در به اصطلاح ایمونوگلوبولین زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین که سیرین خیلی کاملتر از من میدونه و گفت به اصطلاح باعث می شود که اینجوری واکنش نشون بده که من از این میگذرم تو خیلی کاملتر این گفتم. همچنین یک دیسلوکاسیونی در کروموزوم 2 و 22 ما مشاهده کردیم وجود داره. This virus can affect lymphocytes and maybe immortal them. ویروس ها لمفوسیت ها رو آلوده می کنند، عفونی می کنند و اینکه به اصطلاح اونها رو از بین میبرن منحرفشون میکنن و باعث خشک شدنشون میشه. اما جوابی که بدن میزبان به تومورها میده چه هستش؟ این جوابی که به اصطلاح هست به صورت باز اینها همش تکرار مکررات هستش که دوستم اینها رو گفتن. I'm a system productive. چیزی بدن انتیبادی ها رو میسازه که در against virus peptide protein. باید بدونیم که انتیبادی ها در مقابل تبدیل پروتئین ویروس ها ساخته میشه. آنتیبادی تیتر مقدار انتیبادیش رو که ما میخوایم به اصطلاح اندازه بگیریم با سایز تومور بسیار بسیار تناسب داره. مثلا فرض بکنید انتیبادی ما مثلا فرض کنید 10 باشه 10 میکروگرم 10 دسیلیتر رو وارد شده تبدیل کرد با سایزی که تومور داره مثلا 6 میلی متر مکعب هستش یا هر چقدر دیگه اینا با هم دیگه تناسب. این خیلی مهمه. دیکریت مثلا بعضی وقتا می‌بینید که اینو عرض کردم مثلا این توده خیلی بزرگی در شکم وجود داره یا قسمت عمده‌ای از مغز رو فرا گرفته یا هر ارگان دیگری ولی تو آزمایش به اصطلاح بایوکمیستری خون یا اندازه‌گیری مایعات بدنشون بررسی می‌کنیم خیلی خیلی کم اون به اصطلاح ماده پاتوژن رو می‌بینیم ولی تو خیلی بعضی وقتا برعکس یک سلول سرطانی وجود داره که خب خیلی لول بالاتری هست که آنتیبادی رو می‌خواد که اینا با هم تناسب کنن ولی در این مورد ما تومورای هیداتیک داریم ما تومورای هیداتیک داریم مثلا آب میان بافتی رو داخل خود ساختار تومور جمع بله بحث‌های ایمونولوژیک رو سینا خیلی خوبه در دیکریسینگ بعد عرض به خدمتتون که آنتیژن ها به اصطلاح وقتی کپسید ها این کپسید ها کم میشن آنتیژن ها آنتیژنش کم میشونی یه پروگرس خیلی خوب هست برای بیمار که می‌بینیم وقتی ببینید داریم روز کمتر میشه پیش آگهی یک پروگرس خوب هست که بیمار رو به بهبودی داره میره و این مصادف این هستش که آپوپتوزیس هم در حال به اصطلاح در نقطه مقابلش تومور هم داره منحدر میشه یعنی اینطور میشه تاثیر متیلاسیون میتونید توضیح بدید مثلا چیز بیان دی متیلاسیون که در ببینید این باز هم سوال ساعت پیش بودش متیلاسیون هم یک از سوال بود متیلاسیون به صورت دمتیله کردن و متیله کردن دی ان ای یکی از تکنیک‌های بسیار بسیار مهمی هستش در زیست‌شناسی سلولی و مولکولی و ژنتیک که به اصطلاح از این طریق اونجور که من در ضمن اسلاید شما اینو آماده نکردم بخاطر اینکه بحث خیلی مفصل نشه ولی اونجور که در ذهنم یاری میکنه باعث میشود که مقداری از ژن‌هایی که باعث بروز پاتوژنیسیته میشه باعث بروز بیماری دایی میشه بله در الزاما نباید هستید بله این باعث میشود که یک سری از ناحیه‌هایی که باید به اصطلاح ترانسلیشن بشه ترجمه بشه همان ترانسکریپسیون بشه همان نسازی بشه اونها رو جابجا میکنه من در این هر توضیح دادم از متیلاسیون یعنی گروه 3H3 روی اون ترکیب‌های نوکلئوتیدی اضافه میشه که معمولا روی بازهای آدینین اضافه میشه گروه CH3 و زمانی که DNA متیله میشه رونویسیش کم میشه زمانی که متیلاسیونش کم بشه رونویسیش زیاد میشه این راه‌های
تنظیم و همچنین کنترل بیان دی ان ای هست که ویروس ها میان، مثلا بعضی ویروس ها مثل وکتور ویروس ها متیلاسیون رو کاهش میدن. متیلاسیون که کاهش میدن رونویسی رو زیاد میکنن. میکانیزم موجودی تقریبا خلاصه شده. دیاگرام کلی است از عملکرد سلول در مواجهه با ویروس که دیگر از های تنظیم بیان ژنی استیلاسیون هست. استیلاسیون متیلاسیون استیلاسیون برعکس یعنی هر کاری که انجام بده اون فرض روی هیستونال هست. استیلاسیون خواهش می‌کنم بفرمایید. استیلاسیون روی هیستونال هیستونالشون بارشون مثبته، اینا میان بارشون منفی میکنن، باعث میشن که کم کم از روی دی ان ای جدا بشن. در نهایت خیلی متشکر هستم که عرایض بنده رو توجه بازم